And now coming on the ring, Mr. Jahangir Puchal. And now coming on the ring, Mr. Boss Ahmad Sarkariz. ایستا چنه تو چه رقم بچه فایتر هستی نکو کاله ما چونه میگ کاله ما چونه میکشی در مبارزه هستی آمدی کمبل شزای عریف تدید جناب شپیت میکنم تو رو اینجا Yakab tut. ای خود راستی بزنی نکو ای یه راستی بزنم پسی دارم میگیری ولی بچه دارم بگم که باز از راستی میکنه نگرده بازم شما گفته که نمیزنی خود تو بخیر چرا در پایت خلاص داده نگرده بازم که دی پای من شانتی کرد بلند گیره نکن شما کدام مایک بتن پاسو در این وطن خیانت است شامتلو خوب یادت بگیری که به خاطر اصل پچول دیگه نامده بود عریف من دیگه پچول بود برای من پس بعد بتر پچول آوردن من قهرمان هستم زنده باد افغانستان زنده او بردکه چی شد که پیسه برداده و خیانت نمیزند من این را قبول ندارم این عریف من نبود عریف من دیگه کس بود او بردکه چی شد او بردکه که گفت که با پول تبید و پول من Kahraman! قهرمان هست خارم هستی ساچو پیسه بارکی گرفته یک بار صبر کتی چی را آوردن؟ اشتی که آوردن که تمام اندازن؟ کپا بیارین Give me. And now you are winning the cup! مبارک مرا باز با گفتم اعتراض دارم این پچولک آوردن این حریف من نبود صدای زیر قطع کنین باز زنده باد افغانستان و من این کپ هم کار ندارم ایران میتم برای پچول میتم ما اونو کدوم دلت اینا رو میزنم انتگه لغت ما یا اولین مسابقه است که هم لط میخوری هم کپ میگیری خدای تا شکر که از نفرم شاید پیسه گرفته باشی جای از او کمپل تو میگیری کمپل بتازه برو که پله برقه که از 10 سال تحویل نکدیم او را تحویل کو بچی ممرارو را که اختطاف کده بودم من از او 100 لک روپا گرفتیم برو برش بته زمینه را که غصب کدیم یکیش از شمره بود یکیش از چمتپو آرام باشین خواست مردم چی الان بخیر برو که مادر خبر به تکلیف هستم الله میکدی نه لنگروزر به دردم خورد نه پجارو به دردم خورد پدر تو 10 سال شده مردی تا بال گناهت خلاص نشده همه حال سر من دا خروار خاک افتاده پدر پیسی شملارو را بته قرض گرفته بودم با سود $10 دا سود داده بودم برای چملاره برو چملاره بته پیسیشه گوش کن
پدر کلیت بخوره نزنم بچه آروای پدرت است تو پدر سب نه پدر خیر است پدر من میفهمم که تو زیاد ظلم کردی حالا بچه رو باید قرضای تو رو بدم خاطر شما کمایی کردیم حرام و حلال ندیدیم دادانتان انداختیم مال ملت خوردیم خون ملت چوشیدیم دیگه ما رفتم من چی پدر نکن پدر پدرم پدرت مرده ها؟ نبا چی گپ است؟ چی یاد انداختی؟ دستر تام از پدرت آمده نارم قلب مسایی کنم گفت بله برخ تاویل کنیم از دوری پدرم بله یعنی صاحب اولی که آمده بود گفت اولی از ماست گفت شما بزرگ گرفته پدرت اونو هم گفت پدرم گفت پس بده اولی گفت پس بده پدرم بود خو سرچپه است تو میدونی در جان پدرت چی خوش نال سخت خب در قصهش نشم راست میگی زنده که پیسی برق خودت داده که ما برم از پدرم ببودم اصلا از خودم میتیم ها بده برق از کجا میشانم قدر در دنیا میگه بیادر نمیشناسه باید چیزا قصه پدر باشم خیر خاطر من دروغ گفته درم گفته خوک عزیزم در قصهش ماندی من بیرون برم یک چکر باز در کمود فلش بزنی و رقم نمانی در بله خوب خیر صحت داری؟ ای بر پدر چشمت رحمت کت از کارت اشکمبه بیار اشکمبه بیاین اشکمبه نبر که گوشت خورده که بپی سلام علیکم السلام علیکم حاجی صاحب خوب هستین سرتان خوب است بخیر سلام خوب هستین ماچ کدی شما سلامت باشی چطور خیلی خوب هستین سرتان خوب هم سایه پولیتان هستیم نو آمدین خبر شدیم یک ماه میشه که آمدین آی خانگاه که گرو گرفتم و تو آمدم آجی صاحب من اول خودم معرفی کنم یا روسم است چرا شما بدماشه ازیسا هستی؟ نه شما داکو ازیسا هستی؟ خوب ماشایش هستیم نه خوب ماش هستیم این چیست آروسم است این بچگک است مطلب باز آمدن خو اینا بچگک که میبینیم اصل تو بس بسیار بچه عاجز است یک سال دیگهش مانده یک سال مصرفش سر ما میتونم دیگه خاطر از ما آمدیم آی صاحب اصلا صدقه را دادیم اصلا نمی از قدیما رسم و رواج است اما قصه باغ و بلبل شنیدین که یک باغ شما گل داره باغ ما بلبل داره خلاصه سخن واقعیتش هم در دو چیز بسیار مردم متوجه باشه باید یکی در زن گرفتن یکی در تهداب خانه بله که نفتن به مو خاطر ما واقعا فهمیدیم که همین دختر خیلی دختر مؤدب است چادرکش از سرش رسو نمیشه پشت سودا که میره از این کلکین دو چشم ما دمو دختر میمانه و بالاخره این بچم راستیش که یعنی میتونه یک تونگه ما را رسان که ینگه جان اگر می زنی وارد شود چی میشه؟ خیر اگر جهست مام کدی تان میرم مام میرم زحمت نکشید موتر خدا گل پوش میکنم خانه ما در گپ سیسی نمیبریم آنه مادر جان باش ما بگویم امی شف نه شفتالو نه باغ شماست بلبل نمیست ما می دخترک تانه خوش کردیم نیم بچه ما فکر میکنم اشتباه کردین من دختر ندارم دیم پیشتر دیدیم کالای سرخ پتلون کوبای پوشیده بود دانه پاچش یک نشانش بسیار قید بود بانه نکنین که نداریم خیر است از ما که آدم خوب پیدا نمیکنین شما کلمه ما را قدر خراب کردین اعصاب ما را شارت کردین بالکل ما میگم تو یک چیبر کلان باشه او یخ پغمان باندې می کلمه دفتن جوش می حال چیزی که رضای خدا باشه کلگی او زن ما سه تا زن دارم ما دیگه زن نو زن گرفتیم او زن ماست او خانم ماست خاک سر تو شود سر یک زن شویدن زنم یا ما کمش بگی الله سجاد ببخشی آجی صاحب برای سیاستر یک قدر خوار مادر نداری از خود ما معذرت دار زن نداشت بیچاره ما دست بسیار ایلا دارم شما سیاستر هستی و ما افغان هستم غیرت دارم برو اگه نمیزنم شما را بسیار ببخشی آجی برو ما معذرت میخواهیم او ملینا 20 دفعه گفتیمت که رایش غلیظ نکو غلیظ نکو رایش که میبینید اینی تو بچه لوفر و ویلگرد